ما حساب کرده روان تان میکنم بال مقال نکنیم بسپال چند میزنه رو بیشه این طرف درباره کمپاینی که ما راه اندازی کردیم در ادامه فعالیت های ما، کمپاین جمع‌آوری لباس و مواد غذایی برای کودکان خیابانی که به دو طریقی کمپاین راه اندازی کردیم. که نصب پوسترها در سطح شهر کابل که خود مردم لباس همراه ما همکاری میکردن که با لباس جمع‌آوری کنیم و به دوستایی که از خارج از کشور بودن لینک دونیشن ایجاد کردیم برای ما دونیت کردن. و این کمپاین ما به دو قسمت است، یکی توزیع لباس‌های خیابانی بر اطفال خیابانی و یک 15 خانواده را تارگت کردیم تا مواد غذایی برشون. در آینده روی استراتژی پلانش کار میکنیم که کوشش میکنیم فعلا فقط به خاطر اطفال کابل ما برنامه‌های داشتیم. بعد از تلاش میکنیم در سطح ولایت برنامه‌های برای اطفال برگزار کنیم و ازشان حمایت کنیم.